تحصیل مستر از آکادمی سرین و مدرس فر دائمی. در مورد فر دائمی مثلا یه سری توضیحات بدم و یه سری اتهاماتی که برای همه مطرح میشه رو برطرف کنم. اول اینکه این فر روی موی طبیعی که خب همیشه انجام میشه به صورت کلاسیک، حالا یا این فر سیکرتوی. بعد چیزی که الان جدیدتر شده و ما صحبتی داریم در موردش، ادعایی داریم این که فر رو میتونیم موی کراتین، موی دکولوره و لایت هم انجام بدیم. حتی بعد از انجام فر دائم شما میتونید لایت و دکولوره هم داشته باشید. آسیب موتون وارد نمیشه. ادعایی که داریم اینه که این فر روی مو بدون هیچ آسیبی هست. و کلا ابهامی که برای همه هست، سوالی که خیلی پیش میاد اینه که فر باعث ریزش میشه یا نه، ترسی که همه دارن. نه، فر اصلا باعث ریزش نمیشه، در اینکه با مواد خیلی خوب این کار انجام میشه و بعدش تکنیک‌های احیا تراپی هستش که مو سرزندگی و شادابی میده که نگرانی شما رو برطرف میکنه. در مورد خانم‌های باردار و شیرجان هم هیچ مانعی نداره از لحاظ خود فر، مگر اینکه دکترتون بهشون اجازه نده که حاصلتان فر انجام بدن. شما اگر داروی خاصی مصرف